سوال من این است جناب استاد، در ماه مبارک رمضان منافع صحی روزه چی است؟ دوستان گران قدر، یکی از برادرای ما سوال کردن و گفتن که منافع صحی روزه چی هست. خب برادر محترم، خوب است که نظریات دانشمندا را در مورد منافع صحی روزه ببینیم که اونا چی تحقیق کردن. پروفسور دکتر پوشر، دانشمند فرانسوی، دانشمند از فرانسه هست، این میگه روزه بهترین وسیله برای صحت و سلامتی وجود انسان به شمار می رود. یعنی اگرچه مسلمان نیست، لکن از نگاه مسلکی میگه که روزه بهترین وسیله برای صحت و سلامتی وجود انسان به شمار می رود. دکتر الکسیس کارل ای هم چی میگه؟ ای هم غیر مسلمان است. ای میگه با روزه گرفتن قند در جگر میریزد و چربی هایی که در زیر پوست ذخیره شده اند، پروتین های عضلات و غدد و سلول های کیسه صفرا آزاد شده به مصرف تغذیه میرسند. دکتر ژان فروموزان این میگه که معالجه با روزه با شستشوی احشا یا عموم معده ها، روده های انسان ارتباط دارند. و دکتر تومونیاس ایچی میگه فایده بزرگ کمخوری و پرهیز از غذاها در یک مدت کوتاه آن است که چون معده در طول مدت 11 ماه مرتب، یعنی میگه 11 ماه روزه معده انسان، وقتی انسان 11 ماه مکمل غذا میخوره، تمام چربی ها و تمام امی چیزهایی که در اطراف معده هستند و چربی هایی که در وجود انسان هستند، تمام از اینا یا چی شدن یا کل از اینا جمع میشن و در ماه مبارک رمضان کل زی تصفیه کاری میشه. دکتر گونسل چی میگه؟ میگه تعداد زیادی از امراض روده که به اثر تخمیر غذا در روده ها به وجود میآید، نه به اثر دوا بلکه به اثر روزه برطرف میشه. شما سعی کنین که قدرت الله، حتی دانشمندایی که من دانشمندایی که غیر مسلمان هستن برتان گرفتم. دکتر الکسی سوفورین ای چی میگه باید انسان جسم خود را با روزه از داخل پاک کنه. یعنی شما جسمتان از داخل میتونین با روزه پاک کنین. و دکتر کارلو ای چی میگه؟ دکتر کارلو معتقد است که هر انسان باید در ظرف 1 سال مدتی از خوردن غذای زیاد جلوگیری کنه. یعنی هر انسان باید یک مدتی از چی کنه؟ و میگه بهترین معالجه در دفع میکروب ها در وجود انسان همان روزه است که دین اسلام برای سلامتی وجود انسان واجب گردانده است. دکتر رو، یک دکتر دیگه هست، چی میگه حتی بسیاری از امراض سفلیس را تنها میتوان با روزه و امساک تداوی کرد. و یکی از دکترای مسلمان چی میگه که روزه چندین منفعت داره. اضطرابات مزمن امعا ایره از بین میبره. زیاد شدن وزن، بسیاری کسا وزنشان بسیار زیاد شده، روزه بر از اینا بسیار منفعت میرسونه و وزنشان کم میکنه. جلوگیری از مرض شکر میکنه. بسیاری کسا در این مرض مبتلا هستن. فشار بلند خون، تریگلیسیراید و کلسترول، کل از اینا توسط روزه چی میشن؟ اینا علاج میشن. جلوگیری از التهاب حاد و مزمن گرده ها و بالاخره جلوگیری از بسیاری امراض خطرناک قلب. بسیاری وقتی که چربی جگر زیاد شود، امون راهی که خون به طرف قلب جریان میته ایرا بند میشه. وقتی که ایرا بند شد، بالاخره سر قلب صدمه میه. و روزه ماه مبارک رمضان وقتی انسان ایما را روزه میگیره، خود به خود به قدرت الله چی است؟ از نگاه صحی تمام این چربی ها و تمام او چیزهایی که رگ های خون بند کرده، کل از اینا در ماه مبارک رمضان توسط روزه اینا چی میشن؟ پاککاری میشن. و انسان مسلمان در ختم ماه مبارک رمضان، این انسان مسلمان ببینید که صحتمند روز عید با صحت بسیار خوب چی میکنه؟ تجلیل میکنه. دکتر آلن مویل ای هم میگه مانع روزه مانع تجمع مواد سمی در بدن انسان میشه و میگه روزه باعث میگردد که جهاز هاضمه بدن استراحت نسبی پیدا بکنه و به وسیله روزه
بدن انسان انرژی خود را صرف دفع سموم در بدن میکنه و نیروی حیاتی در بدن انسان تحریک میفته. دوستان عزیز، این سخنهایی است که دانشمندای اسلام گفتن، لکن ما و شما من حیث مسلمان وقتی که عقیده داریم که الله رحمان و رحیم است و ذات حکیم است، او ذاتی که ما را خلق کرده هر حکمی که میکنه او حکم از او برای ما هم در دنیا منفعت داره و هم در آخرت. چون ما مسلمان ها میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. امی هست که هر انسان مسلمان وقتی عبادت میکنه، عبادت به خاطر از این هست که خالق ما از پیش ما راضی باشه. وقتی که خالق متعال از پیش انسان راضی باشه، سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان مسلمان میشه.